بسیار خب، بریم ببینیم اصلا چرا جاوا اسکریپت و چرا ما میخوایم مبانی رو با جاوا اسکریپت شروع کنیم و از چه ابزارهایی باید استفاده بکنیم. این همه زبان برنامه‌نویسی، C#, C++, C, Python, Go, جاوا، چرا جاوا اسکریپت؟ و اگر جاوا اسکریپت، ابزار مورد نیازمون چیه؟ بریم یه دقیقه وایت بوردمون رو بیاریم، بریم تو پینت. خب عزیزانی که علاقمند به برنامه‌نویسی ان حتما شنیدن که هر زبانی نیاز به چی داره؟ به یک کامپایلر داره. حالا یه بحثی هم داریم به نام مفسر یا اینترپرتر که ما خیلی حالا وارد این مباحث نمیخوایم بشیم. مثلا زبان C# کامپایلر خودش میخواد، C++ کامپایلر میخواد، C کامپایلر میخواد، پایثون کامپایلر میخواد الی آخر. خب کامپایلر جاوا اسکریپت رو ما باید از کجا بیاریم؟ از کجا باید پیداش کنیم؟ این یه نکته. نکته بعدی این که هر زبانی اصطلاحاً گرامر داره یا چی داره؟ سینتکس داره. اوکی. میگم که از اونجایی که جاوا اسکریپت نیازی به این کامپایلر نداره که حالا الان میبینیم برای چی، و سینتکسش بسیار نزدیکه به زبانهای سی بیسد، درست شد؟ مثل C++، مثل خود C، مثل C#، مثل جاوا. در نتیجه یه نقطه شروع فوق العاده خوبه. از اینم بگذاریم که چقدر پرکاربرد جاوا اسکریپت و میدونید که یه بحثی داریم به نام وب پروگرامینگ که فرانت اند دیولپمنت و بک اند دیولپمنت داره، برنامه‌نویسی فرانت و بک، که شرکت آبز مدیا ویدیوهای مفصلی رو اینستا براتون گذاشته، تو آپارات هم گذاشتیم براتون، میتونید ببینید مفصل راجع به فرانت و بک من صحبت کردم. پس JS زبان بسیار پرکاربردیه که شما باش میتونید فرانت نویسی خیلی خوبی بکنید و با توجه به کتابخانه ها و فریم ورک هایی که داره مثلا نود JS، شما میتونید توسط این، بهتره بهش بگیم فریم ورک، شما میتونید توسط این فریم ورک میتونی بک اند پروگرامینگ هم انجام بدی. خب ما میگیم که کامپایلر نداره جاوا اسکریپت، یا حداقل ما نیازی بهش نداریم. یعنی چی؟ همینجا رو صفحه فایل درست کنیم، فایل تکست. دوستان توجه کنن که تمامی زبانهای برنامه نویسی جنس فایلای سورسشون از جنس تکسته. اینو یادتون باشه. پس هر موقع خواستید کد یه زبانی رو بنویسید، C++ بود، C# بود، هر چی که باشه، یه فایل تکست درست کنید و بعد اون فایل رو رینیمش کنید، اسمش رو عوض کنید. حالا فعلا یه فایل ما درست کنیم به نام test.html. خب یه برنامه‌ای مثل نوتپد رو بیاریم، یه چند تا دستور ساده HTML بنویسیم. کورس HTML رو هم براتون گذاشتیم، میتونید اگه HTML بلد نیستید اول کورس HTML رو بگذرونید که اینجا بتونید خیلی راحت با ما جلو بیایید. خب من یه قالب خیلی ساده HTML بذارم، یه HTML دارم، یه هد دارم، هد رو همینجا ببندم، یه بادی دارم، بادی رو ببندم و HTML رو ببندم. داخل این بادی من یه تگ اسکریپت درست میکنم، بعدم تگ اسکریپت رو چیکار میکنم؟ میبندمش. خب داخل این تگ اسکریپت من یه دستور جاوا اسکریپت بنویسم، دستور خیلی ساده. یه متغیر تعریف کنیم، یه مقدار رو بذاریم داخلش، بعدم این متغیر رو به نمایش بذاریم. صحبت خواهیم کرد راجع به این دستورات، فعلا خیلی نگران دستورات نباشید. خب من این فایل رو سیوش کردم، فایل سیو یا کنترل اس رو بزنید که سیو بشه. دابل کلیک میکنم روی این فایل و میبینیم که جاوا اسکریپت ما اجرا شد. ما نه کامپایلری نصب کردیم، نه ابزار خاصی نصب کردیم، نه هیچ کار دیگه ای. به همین سادگی ما تونستیم چیکار کنیم؟ دستور جاوا اسکریپت بنویسیم و ازش اجرا بگیریم. پس میگیم که کامپایلر جاوا اسکریپت در واقع براوزر شماست. حالا گوگل کروم دارید، فایرفاکس دارید، اینترنت اکسپلورر دارید، هر چی که هست. تمامی براوزرهای استاندارد دارای یه انجین یا یه موتور هستن که اون انجین میتونه جاوا اسکریپت رو بفهمه و کامپایل کنه. البته به لحاظ تکنیکال بخوایم صحبت کنیم، کلمه کامپایل خیلی مناسب جاوا اسکریپت نیست، اما فعلا مشکل نداره، ما زیاد نگران این مسائل تکنیکال نخواهیم بود. و برای کد نوشتن هم که از یه ابزار دیگه ساده تر از نوتپد هم مگه ما ابزاری داریم؟ میتونید همینجا کدتون رو بنویسید، هیچ مشکلی نداره. اوکی.
پس میام چی میگم؟ میگم که از اونجایی که شما در براوزرت، هر براوزر استانداردی که باشه این گونه خواهد بود. اونجایی که شما در براوزرت انجین های مختلف داری که هم زبان HTML رو میفهمن، هم زبان CSS رو میفهمن و هم جاوا اسکریپت رو واسه شما کامپایل میکنن، در نتیجه هیچ نیازی به نصب هیچ ابزاری نداریم. این تیکه براوزر من چیه؟ معمولا بهش میگن انجین یا موتور. یه انجینیه برای ترجمه JS. پس واسه کسایی که تازه میخوان برنامه‌نویسی رو یاد بگیرن، جاوا اسکریپت سی بیسد که هست، یعنی با اکثر زبان‌ها گرامرش خیلی شبیه. تمام مفاهیم برنامه‌نویسی رو که مثل همه زبان‌های دیگه داره. شما تابع رو یاد بگیری، تابع است. چه فرقی میکنه تو JS باشه یا هر جای دیگه باشه. بسیار پرکاربرده، واقعا میتونید ازش استفاده کنید، چه برای بیزنس و کارهای به قول معروف واقعی در محیط کار، چه برای علایق شخصیتون. و نیاز به ابزارها و نمیدونم کامپایلرها و به قول معروف کانفیگ و اینستالیشن خیلی پیچیده‌ای هم نداره. خب پرفکت تر از این دیگه ما چی می‌خوایم؟ پس با JS ما میریم جلو. یه ویدیو دیگه براتون گذاشتم، اون رو حتما نگاه کنید، VS Config، که من توش نشون دادم که چجوری VS Code رو کانفیگ بکنید. چرا؟ چون ما برای راحتی کارمون میایم از یه ابزاری به نام VS Code استفاده میکنیم که بتونیم توش راحت‌تر کد نویسی کنیم. من این ابزار رو مفصل هم نصبش و هم تنظیماتش رو صحبت کردم، لطفا ویدیوهای منو ببینید اونجا اگه بلد نیستید VS Code رو. خب حالا اینجا یه فولدر درست کنیم، اسمش رو بذاریم جاوا اسکریپت. همین توی یه دونه فایل درست کنیم، اسمش هم بذاریم تست. خب مزیت این ابزار چی الان برای ما؟ این یه ادیتور دیگه، VS Code یه ادیتور، اصلا مهم نیست کدوم ورژنش رو نصب میکنید، هر ورژنی که دارید همون خوبه. من عمدن اگه دقت کنید دارم با ویندوز 7 رکورد میگیرم، بعضی از ویدیوها رو با ویندوز 10 رکورد میگیرم، بعضیاش اصلا میرم رو لینوکس رکورد میگیرم که بهتون نشون بدم اصلا این چیزا مهم نیست. تمرکز و تفکرتون رو بذارید رو کدزنی و برنامه نویسیتون. شروع کنید به کد زدن. نگران اصطلاحات و نمیدونم ابزارها و ورژن جدید و آپدیت و ورژن قدیم و نگران این چیزا نباشید. خب چرا ما از یه همچین ابزاری ممکنه بخوایم استفاده کنیم؟ مثلا من اینجا می‌نویسم داک اینتر میکنم، ببینید خودش همه چی رو برام آورد، یه قالب کلی HTML واسم گذاشت. یا میتونم یه علامت تعجب بذارم، اینتر کنم، باز قالب کلی HTML برام گذاشت. خب کافیه بیام اینجا یه تگ اسکریپت برای خودم درست کنم. همین که بنویسم اسکریپت خودش میفهمه که من میخوام تگ اسکریپت درست کنم، یه اینتر میکنم، تگ ساخته شد. حالا اینجا میتونم چیکار کنم؟ کد JS رو بنویسم. درسته؟ مثلا من میخوام این اصطلاح سلام دنیا یا هلو ورلد نمایش داده بشه، الرت بشه روی صفحه. خب کنترل، ببینید این یعنی سیو نشده، درسته؟ کنترل اس رو میزنم، این گردیه الان میره و ضبط در میشه، این یعنی سیو شد. یا بیایید تو فایل سیو رو بزنید، فرق نمیکنه. یه اکستنشنی من نصب کردم به نام لایو سرور که به من اجازه میده همینجا رایت کلیک کنم و اوپن ویت لایو سرور رو بزنم. خب میبینیم که برنامه‌مون رو چیکار کرد؟ اجرا گرفت. حالا شما میتونید اینو گوشه صفحه اصلا باز نگه دارید، اینم گوشه صفحه باز نگه دارید، درسته؟ به این شکل. اون موقع دیگه شما هر تغییری توی کدت ایجاد بکنی در لحظه میتونی اینورم تغییر رو ببینی. پس تنظیم کردن VS Code رو هم بهتون گفتم ویدیوشو نگاه کنید اگه متوجه نیستید دارم چیکار میکنم. اکستنشنمون اسمش چی شد؟ لایو سرور. بیاید تو اکستنشن ها سرچ کنید لایو سرور. حواستون باشه برای آقای ریویک دی ما این رو میخوایم، اینو نصبش بکنید تا لایو سرور رو هم داشته باشید. حالا من با دکمه کنترل بی میتونم این بغل رو هم ببندم، کنترل بی درسته، میبنده و باز میکنه. خب حالا یه تغییر ایجاد کنیم، مثلا این دفعه نمیخوام دستورم الرت این باشه، میخوام یه چیز دیگه بنویسم. این متغیر تعریف کنم به نام بی، مقدارش رو بدم 55. حالا میخوام الرت کنم متغیر بی رو. ببینید به محض اینکه کنترل اس رو بزنم ببینید چه اتفاقی میفته. در جا به صورت لایو به من نشون میده اجرای کد من رو. به خاطر همینم بهش میگه لایو سرور. فوق العاده ابزارهای خوبی ان و میتونید ازشون کمال استفاده رو بکنید. فوق العاده اینا ابزارهای خوبی ان و میتونید ازشون کمال استفاده رو بکنید و سرعت پروگرامینگ شما رو بسیار افزایش میده.
خب بریم ویدیوی بعدی بررسی کنیم ببینیم که این دستورات جاوا اسکریپت چیه، متغیر چیه و وارد کد زنی بشیم. موفق باشید.